این نماز فقط چی است؟ گوهرک چشمی محمد صلی الله علیه وسلم. الصلاة قرة العین گفتن رسول الله. گفتن من از دنیا شما فقط 3 چیز دوست می‌دارم. دی دنیا دوست دارم 3 چیز. این عطر و نماز و زنهای با تمیز. پیغمبر صلی الله علیه و سلم من از همین دنیا که شما بیکنار حسابش میکنه من فقط 3 چیز دوست می‌دارم گفتن. یکیش گفتن نماز است، 5 وقت نماز خوندن. دویم گفتن خوشبوی عطر زدن. عطر زده گشتن هم سنت است عزیزان من. مردکای خوب خدا نزیب و زینتی. خوشبوی لباسای قیمت بها پوشید. پیامبر زندگی اگر شما خدا خواهد دارین پول و مالتون است بهترین لباس پوشید، بهترین ماشین ها سوارید. ببینید الله سبحانه عزیز شما روز قیامت نمیپرسد. روز محشر که جان گذار بود اولی پرسش از نماز بود. اولی پرسشی خدا اسما میپرسد فقط نماز. نمیپرسد که چند تا ماشین داری، چند خونه داری، چند تا کوارتیر داری، چند تا گاو داری، چند تا گوز داری. نه، فقط یگانه چی؟ از نماز انشاءالله. اگر نماز بودتون شود او طرف شلوکت برای شما بخت. نماز هم مکافاتی عالیشی است جنت است برادر اسلام. جنت ببینید این جنت جای هست که خدا خواهد جای راحت است. کسی میگم خدا خواهد جنت نه شما کار نمیکنه، جنت نه نماز نمیخونه عزیزان من، فقط راحت میکنه خلاص. یک تا مثال شمیدم سوره الرحمن دست من ببینید ما شما 3 بسمه در 3 همین 3 برای خوردن 7 کار اجرا میکنیم بعد لذت 3 میچشیدیم. بالاش میبریم میکنیمش میفوریم میشویمش پوستش میکنیم طوری میگزیمش میخویمش بعد قطش میکنیم. الله سبحانه میگه اهل جنتی ها من 3 بار همین خیلی نزد دهن شما میومده است، همین خیلی آب شده خودش دور مده انسان راحت میگره است. ولی چی دوله که نماز ما شما الله چقدر 70 دختر تو میتید، 70 دختر که در هر ساعت 70 رنگ میتید. حتی میگه کی مفسرها روت دروش میبینی. این او دخترها بینید همش میگه روت دروش میبینی. رسول الله شب معراج اومدن از یک کنگره که میگه جنت یک دختر جنتی تبسم کرد تمام دنیا جنت میگه از دندان شکل روشانیش جنت روشن. این برای شما است عزیزانی من. ولی که دور کرد نماز میخونی خدا خواهد 4 دو خدا در خانه شما میآفرد. حضرت پیامبر شب معراج سید که فرشته خونه ساخته است. یک قصرش بار میکنه از طلا است، یک ریشتش از نقره است. اینه جنت ساخته یک دم گرفتن. حضرت گفتن جبرئیل گفتن برای چی فرشته از ساختن خانه موندن؟ گفتن کدام وقتی که همین صاحب خونه ذکر میکنند اینا گفت ساختن سر میکنند. کدام وقتی که از ذکر موندن اینا رو هم دم میگیرن. ببینید محمد صلی الله علیه وسلم بینه برای ما شما چقدر خوشبختی ها آوردن. کمترینی میگه برای جنتی ها 100 باغ میکرد عزیزان من، 100 باغ که هر یکش از دنیا کلان است. الحمدلله. بینید برای چی دوری کرد نمازی که ما شما من در این دنیا الله ما شما را نگاه میدارد یا نمی مهر شما را در همه قلب مردم میاندازد یا نمی. بینید آخرت هم انشاءالله خدا خواهد بخناکترین انسان میشه. بخناکترینی که به خدا خواهد روز قیامت محکمه سود الهی برین. اگر خدا خواهد دیلت سفید باشد نترسیده قدم مونده برین، نترسیده انشاءالله قدم میزنین. لیکن دیلت سیاه باشه چی؟ من امروز اصطلاح شکیم اگر نازی حکومت هم گناه که خدا خواهد انشاءالله جزات میدید یا نمید. همه خانه دارد همین دنیا انشاءالله جزات میشد، در همین دنیا سوت میکن، در همین دنیا شرمنده میشی که در چند مردم اکلام میشه لیکن نمیخوایی. لیکن کی سببگار است؟ خود سببگاری. یا فقط خدا خواهد الله سبحانه ما شما را بندم نگوید و بر دوزخ فرستد. کی سببگار است؟ خود سببگار است. چون خدا ما شما را 2 راه ماند. ای بنده میگه بر تو 2 راه نهادم. ای بنده بر تو 2 راه نهادم، اختیاری جزئی بر تو دادم، تو اختیار داد. برای راست روی جنت آنجاست با کج مایل مشو که دوزخ آنجاست. میگن همین رای راست برای خدا خواهد انشاءالله حتی پات نخواه نمیزنه، حتی انشاءالله کج مایل نشو میگه که دوزخ در همونجاست.
رسول الله چندین خطا را کشنن در این زمین، یک چه راست کشنن فکر انمی روی من سیخن. اگر این طرفاش کش شدید چی میشه؟ البته عذاب میکشید. این خداوند ما اختیار داد به علماء را بیکار نپرسون. این علماء ما شما را میگفتن، لیکن ما شما چکا میکردیم؟ حضیر میشورده میشه. سوره ملک اخلاق تفسیر میگی حسین وایز کشکی بردری دوزخ از شما پرسند بر شما عالم نبود، گفته عالمان بر گوش یخمکان افسانه بود. چیز چیزی رو بنده خدا همون دنیا یک کس نبود که شما را بگوه که نماز خونه طاعت عبادت که پگه عذاب است. میفتیم بود ما میفتیم چی کلید اومده از بعد میگن کلید نیاری که خیرت دیده که جنت دیده که دوزخ دیده، لیکن الله قرآن را بیان کرده. هر یک پیغمبر انسان بچهش می عین دیده اومد. ما شما دستگاه کرد، ما شما بیانش کرد که ای بنده ها هوشیار شید، ای امتان گو هوشیار شید که در پیش قدر مشقت ها هست، در پیش قدر عزیزان من عذاب ها هست. ولی باید ما شما همه حرکت کنیم خلاقت کاری کنیم که در این دنیا هم و در آخرت هم انشاءالله شرمنده نشیم. البته خلاقت کاری کنیم خلاقت حلال زندگی کنیم، حلال خوریم، حلال پوشیم، انشاءالله خلاقت الله هم دوست می‌داره. این حکومت مون ببینین کسی که خدا خواهد دزدیده است از خدای حکومت است، البته نزد خلاقت جنابی هم دوستی ها هست یا نمی و هم گفته است از خلاقت پول دادم چیز دادم توریف سواده بر توریف کار کن خودشو در یک سخن شو گفتم خود دوست باشم به حساب باش. میگه یا نمارانیم که این پلایی که برای مردم میتید که کم بغلانته یا که مردم همونجا آبادی کن، اگر شما بالکل خیش پیش الله نجواب میده. مالی کس میگه لذت برد بر کامت، گلوگیر باشد روز قیامت. سبزه روی زمین میگه از دانه گندم میشود، تلخه جان کندن از مال مردم میشود. باور کنید این تلخه جان کنی ما شاید هستیم بعدا 2 ماه 3 ماه جان میکشد. سبب چی خلاقت انشاءالله؟ باید حق مردم خلاقت خیانت نکنه عزیزان من. حق مردم انشاءالله خلاقت خیانت نکنه، زندگی های خوب کنه. حلال خریم، حلال پوشید، حلال را حساب، حرام را عذاب عزیزان من. حلال حساب کتاب دارد، لیکن حرام این دنیا دارد و انشاءالله در پیش الله هم خلاقت عذاب دارد. ولی بیم انشاءالله خلاقت گفتی شاعر گنجینه در این عالم ویرانه میگه نماز است. توحید بود باده و ویرانه نماز است. به سجده به درگاه خدا ره نتوان یافت، گر کعبه روانی در آن خانه نماز است. همین کعبه میران بدیم و زیارت یا اشکار میکنن، رقص میکنن یا بازی میکنن، فقط نماز میکنن. چونکه به سجده میگه به درگاه خدا ره نیست. درگاه خدا خوشنودی الله سبحانه و تعالی چی است؟ همین نماز است عزیزان من. نمازها را خونید انشاءالله. بیاین پیش من حضرتا انشاءالله خداوند یاردمتون میکنن، کم و یاد باشه اصلاح میکنن خداوند. اینا همیشه در خدمت شما هستن خداوند انشاءالله. ما که از شما دور هستیم، من پیشکای ما بیان الحمدلله امکانیت هست امروز. من جناب خیلی کتابا را خداوند چیکار کردن اجازه دادن. من خیلی کتابا امروز در خداوند کتابخانه من نمود عبادت هیچ در میموندگی وقت نموند الحمدلله. به ارزشی‌ها که عالما رو ببینن الحمدلله. کجا در این صحبت ها بود؟ من امروز صحبت های خوب و شما عزیزان با عالما خداوند هم صحبت شده الحمدلله. با عزیزان هر روز محفلا به سخن خدا پیغمبر نشیده است الحمدلله. باور میکنید این دموکراتی که امروز است در ازبکستان من میگم که انشاءالله چی است؟ ازبکستانی نو. در ازبکستان نو جناب عالی همه ما شما را دوست می‌دارد. همه ما شما را می‌دانید. یک شعار دارد در این وطن عزیز است انسان. الحمدلله عزیزترین انسان است. گفت من برای انسان ها جان می‌کنم. جناب عالی ببینید شب و روز خدمت دارد که ما شما شکرانه کنیم انشاءالله. خیلی شای عادل نمی‌آید. دیگر جاری یک نظر اندازه امروز همه دنیا خداوند در تلفنات هست. تمام دنیا کدام مملکت های حیات زده خداوند خون بزنه، لیکن امروز این مملکت همه آرزو دارن. ما هم این تینگی شد، ما هم آسایش شد خداوند چکا کنیم مستحکم انشاءالله بکنیم. مستحکم شب و روز دعا کنیم. حسن این بحثی میگن من پادشاه ها را دعا میکنم.
لولا الامراء لحلک الناس بعض الناس. عزیزان من، اگر این پادشاه نباشد، اگر این سیاست حکومت نباشد، در خانه کارات نمیتونی. نه حق وطن بگی. خدا شاه میان ماشین تا دزدیده میرن، شاه میان کارچه میموند زن تگریفته میرن. چیکار میگی؟ در این وطن خداخواد زد و خود بین ملت ها چقدر خداخواد زد و خود آسر بشن. این سیاستی جنابی عالی است که ما و شما انشاءالله خداخواد در ذهن صاحب مثل عمر، الحمدلله من عمر بینید، عمر عادل 125 دولت نه پرزیدنت کرده است. اینم عادل که شب و روز حتی میگه جای خوابگاهش میگه یک بالای خط و خاشاک داشت، یک چپان داشت، 12 یماق داشت، چپانش خودش پاشه آذربایجان گفت همه عمر گفتن همین افقاد کردم، همین بعد یک عمر را بوده گفت وقتی که به سفیری آذربایجان میآید مدینه گیر نگردد اطراف میکابد. آدم میگن این چی گفته زادشد؟ میگن یکان خانه برم باشه که عمر پادشاه از آخی 125 دولت یعنی که عمر ها زیر خرمان خوب است، خانه خوب ندارد، در بنک ها پول ندارد. دوست وقتی که بودم دید که در بالای خز و خار است، گیریش آبی دیده شد. گفت همین حلواره پادشاه آذربایجان مخصوص خودش میخورد، همین حلواره برای شما پرسون. حضرت عمر چی گفت؟ قسم به خدا که در اینجا خلق بیش نباشه و عمر حلوا خورد. بعد گفتم کم بغلا نمیتش بید. الحمدلله من شای ما شما کم بغل پرور هستن. الحمدلله چقدر من پولا چقدر چیزایی حق است. این حق هیچ کس این کار نمیکند. پیامبر بگیم ولم یشکری الناس ولم یشکری الله. کسی که شکر به بنده ها نمیکند و به خدا هم شکر نمیکند. عزیزان من بهترین دعای خوب همون که میان بنده انشاءالله 5 وقت نماز خونیم، دائم در دعا باشیم، دائم انشاءالله جوان عزیز خدمت های پدر مادر کنیم. البته خدمت پدر و مادر چی است؟ این واجب است در اسلام. واجب کسی که نکنه گناهکار میشه. بعد کروتای بچه ها بومده است یا مادر رسیه رفته خداخواه 5000 10000 دلار کار کنه، پدرش پریزنوان ندارد، مادرش پریزنوان ندارد، خودم همچنان میشه خداخواه انشاءالله. خواهد 10 سال 5 سال بعد این جهان کو است فعلی مانی دار باز می آید سوی ما عکسی صدا. 10 سال بعد بچت کلون میشه انشاءالله خداخواد بد جواب باشه میگیری. آن چی کردی با پدر بینی او را از پیسر. چشمات کشه خداخواد انشاءالله این دنیا چشمات نمیگیرد، این دنیا پیش چشمات نمیگیره که شما در کوچه ها خیلامان برید. حضرت لقمان بچه بزن در کوچه ها میگردی خیلامان نگر یک میده پولت کتی، یک میده ماشینچت کتی، یک میده خداخواد دنیا کتی، یک نچر اشتگی کتی، میگه تو خیلامان نگر. تو سعیر خد کلی ناس گفت تو هرگز گفت خیلامان نگر. گفت بین آدم ها گفت فخر نکن با پول مال دنیا، این اندک چیز گم میشود. این امروز هم سر نیست. ولی شما یکی کنم یارم دوره های قدیم در یک آدم کمبغل نشاد نزد یک بای می آید، میگه کسی هست که در راه خدا برای من میگه یک چیز صدقه کنم. بعد گوش بیان خدا ساده میگه مرگ بیان، ای گفت برا پیش گفت زنه گفت در کار نیست کنه. نزد ما شما چندین بیچاره ها می آیند، ما باید که انشاءالله هیچی نداشته باشن میگن گپی خوبم صدقه است، هیچ نه آزار میگن. از دل آزار خدا بیزار است. عزیزان من هرگز دل آزار نشید، هرگز باید که شما گل کنید که انشاءالله از دهناتو شکر ریزد. باور میکنید بعد میگه اند وقت میگه همون بای کمبغل شد، بانکرات شد. مثل اصطلاح امروزه بانکرات شد، میگه هیچ نموند. زنش جدا شد، میگه زنش بلد شو کرد، بعد اینم در بدن نگشتگی شد. وقتی که میگه همون دری خانه برفت، میگه که شوهر زن شوکرگی برفته. وقتی که پرسید گوش بیان خدا سادن میگه گفت که میگه زنه گفت برا تش گفت خدا خواهد با داریم گفت با میخریم آخی ما شما. وقتی که میبراره که میبینه که شوهر خشه، میگه مردک نگفتادن که بیا خیر کرده بسیم و خیر کردن مال مکم نمیشود، لیکن تو بخیلی کردی امروز احوالی تربی گیریسته. زنک میدرد که مردک میگه برای چی میگیری؟ زنک گفت همون نزده که ما و شما خدا خواهد اومده است در ما و شوهری من است. میدانی گفت من بودم گفت نزدی دروازه شما رفته. دنیا هم خیلی است، گاه بای میشه گاه کمبرن میشه، گاه صحت میشه گاه بیمار میشه. الله همه ما و شما را در سندیش هستیم.
حضرت مولوی هر کی در محبت دعوا کند 100,000 امتحان بر او کند. گر بود صادق کشد باری جفا، ور بود کاذب گریزد از بلا. همین بنده خلاصی از سرچشمه‌ای که دنیا قدم موندی تا دم مردن و 100,000 امتحان که دیمه سنجیده بود. اما گاه سیاتی، گاه بیماری، گاه پولداری، گاه کمبغلی، کنی طاقت میکنی مینی، کنی صبر میکنی مینی انشاءالله خدا. نخنو بیچاره کمبغلا، نخنو بیچاره یتیمه. روزی میشه که خودم کمبغل میشی، روزی میشه که خودم انشاءالله یتیم میشی. باور میکنی گفت شیخ سعدی چون بینی میگه یتیمی سر افکنده بیش، مده بوسه بر روی فرزند خویش. اگر مبادا بچه که در کوچه برمداش یک یتیم گذاشته باشد، بوسه نکو بچه بگی دیگه هوای آزار نیامد. بین چون که محمد دوست داری کمبغل بود. اکشو منبیاد از حکمت ناک یک برادر حکمت بکن که من ادعا حب النبی ولو کریه الفقراء المساکین فدعواه کذب. کسی که دعوا میکنه که محمد پیغمبری منه، اگر کمبغلا بیچاره بد بینه وای امتی محمد نیست. چون که محمد کی بود؟ کتاب معروض نمیگه دائم شیشتش با کمبغلا بود، خیستش با کمبغلا بود، دوست میداشت کمبغلا، یتیمان انشاءالله خدا قد پرورش میکرد. محمد اسلام این نماز عید بود که کودکا همش بازی دارن، ولی کودکا این بخت جهانی ما شما هست. همه بسیار کودکا رو دوست میداشت. یک کودک از این میگه در یک گوشه که را گیسته است، گفتم بچم چرا میگیریم؟ روزی خرسندی است، روزی شادی است. که حضرت گفت مادر و پدر مرد، مادرم شوهر کرد، مایدر من برانده پیش کرد. گفت میخوای گفت که من پدرش شوم، میخوای آیشه مادرش شوم، میخوای گفت یعنی فاطمه اپچه شوم. امام حسن بوده میگه در این خانه شنگل در آورده شوفته شکم شده که لباسای خوب پوشته سرش دادن. گفتن که کودکا بودن که ای گفت بنده خدا همالی احوال نبودی امروز احوال شدی؟ گفتن یعنی من پدرشار شدم، امکدار شدم، اکدار شدم، دادر شدم، همین نظری داری من. صحبت کنیم، صحبت بسیار است. انشاءالله خدا خواهد نوبت با حضرت ها میگیم انشاءالله خدا خواهد. ولی بید همه یک کاری کنیم که انشاءالله در این دنیا هم سربلند باشیم. گفتی شیری شیخ سعدی که یاد دار وقتی زادنی تو گریان بودی همه خندان، چنانزی که وقتی مردنی تو خندان باشی همه گریان. از کودک تولد میشد همه مخلاقات و بیچاره دار مرگر مبارک باد بریم بچه مبارک باشد، دخترک مبارک باشد. وقتی که میگه در حیات میگه 50 سال 70 سال عمر میگه همین خلکارایی که در جمعیت البته خلاقت مونه خودت بیزاری همه گریون باشه که کاش که الله 10 سال دیگر اگه الله اینا من بسیار ایتونه کنم قبرستان آباد دارن الحمدلله خدا مبارک شدن. چند آمون که صحبت کردیم خدا خواهد میرمیشید همونجا تخت پیشکسن نیمون برادر چه دارن میگن همین قبرستان آباد دارن. انشاءالله خدا گفتی شاید تو میمیری احسان نمیرد، زیتنگی های محشر دست بگیرد. ما میبریم این احسان هم نمیبرد. این رای کردگیمو، این مسجدی ساختگیمو، این باغچه کردگیمو، این مکتبی کردگیمو، این قبرستان ساختگیمو، این درختای شنیدگیمو البته ثوابش رسیده عزیزان من. این صدقات جاری نمیده. همین مملکت همین قشلاق آباد کنه بچه عزیز. البته من یک سوم زایتی خلاقت صرف کنه با خیر و احسان پول کم نمیشه انشاءالله خدا. با یک قول با یک احسان 700 خدا بخشد از فضل بهد. خدایت گفت اقرض الله ای جان چرا نبخشی در ری هر احسان؟ تو میمیری احسانت نمیرد زی تنگی های محشر دست بگیرد. یه خدا میبینی میگه که احسانات نمیمرد ابدی میموند ابدی. هر آدمی که اونجا میدوید خدا خواهد در حق شما میکند دعا میکند انشاءالله در حق شما خدا خواهد مینت دارم. نماز درکت تیاتی مسجد میگیم که این حق همو آباد کنندگانی مسجد است. درکت نمازی تحییت المسجد میخونن کسی درد این خدا خواهد انشاءالله در حق هوای شما میکنن. کسانی که اینجا آباد کردن ابد خدا خواهد یا راه ساختن یا خطوب یا حوض کردی چی کردی خدا خواهد الله میرسند. در اینجا صحبت با پایان میرسونیم. الله سبحانه و تعالی البته هر یکی ما و شما را محبت نسبت الله، نسبت قرآن، نسبت انشاءالله خدا خواهد محمد صلی الله علیه وسلم زیاده بگردوند. همیشه شاد باشیم، همیشه خرم باشیم. ما شما عزیزان دوست می‌داریم انشاءالله خدا خواهد. یه اهل دیار خدا خواهد انسان‌های خوب هستیم.
inşallah Hristiyanlık khilafat Allah jo, inşallah insan parversin. Allah azimem bob mehru muhabbetine aynam ziyade kiner. Aynam روزای خوب نه انشاءالله با الله سبحانه و تعالی دیدار یکدیگر دیدن هم صحبت شدن انشاءالله الله نصیب بدارد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تشکر داملا ملا مجیب الله داملا دیداری ما بشما توتیا همیشه زنده قشلاقی ما بیا بدی مردم خوابیا خانه یا Allah Teala damlalarımızı aytgan bu ma'ruzalarga hammalarimiz amal qiladigan bandalardan qilsin. Juda chiroyli ma'ruzalar bo'ldi. Sa'diy hazratlarimiz bu gaplari bor. Benamozda yurmangiz deydi. Eltib lahatga qo'ymangiz, chanqasa suv bermangiz, anqa bo'lsin benamoz deydi. Muhtaram birodarlar, namoz o'qiylik, namozda bardavom bo'laylik. Hamma ishlarimizni barakotgan namoz bilan Allah Teala'ga osiylik qilayotgan bandalar yarim tunda Xudoy Taoloning g'azabi kelib Jibril alayhissalomga Xudo buyurar ekanda: "Ey Jibril, bugun ertalabda bu bandalarimga bir ofat jo'nat yakson qilgin. Bugun bu bandalarim men bergan ne'matlarga noshukrlik qilib zino qildi, mayxo'rlik qildi, qimor qildi, harom ishlarni qildi." Jibril alayhissalom butun askarlari bilan shay turib endi yakson qilaman deb turganda Xudo Jibrilga aytar ekan: "Ey Jibril, to'xta. Yakson qilma, ozor berma." Shunda Jibril aytar ekan: "Ya Robbim, biz shaybiz, buyrug'ingga hozirmiz" deganda Xudo aytar ekan: "Yo'q. Bugun ertalabda tahoratlarni bismillah bilan boshlab Allohning baytiga qadam bosib borayotgan bomdod namoziga muhabbat bilan turgan bandalarning hurmatidan, izzatidan, muhabbatidan jamiki bandalarga ozorni ko'tardim" degan muhtaram. Mana namoz bitta ne'mati. Alloh taolo bu domlamizni doimo tani jonlarini sog' qilsin, oltin boshini omon qilsin, tani jonlarini sog' qilsin. Bu yerda xatmi Qur'on ham bo'lgan ekan. Qori akamizga mikrofonni beramiz, xatmi Qur'onni chiroyli qilib bag'ishlaydi. Xudo xohlasa inshaalloh duo qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مخول تلاوت قرآن خشنود حضرت رحمان جل جلاله آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، اسماعیل ذبی الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، ابرهان جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، ابرهان جمیع گذشتگان این منزل و مکان، به کسان بیچارگان، دور افتادگان، غریبان، شهیدان، خصوصا همی اهل جماعت، همی اهل خاندان، همی دیار نگذشتگان خدا نخود طریق رحمت شایسته جنت بگردانی، قبرهاش پر نور، آخرش آباد بگردانی، آنچه نازل نعمتهای خدا میگی کارگان خانه پیراستن، خدا را بدرگاه خود قبول نمایی، سایبانی آخرت بگردانی، در این خاندان همیشه تینج آرام خاطر جمعی تنسیتی فیض و برکات. همی اهل جمعیت و خاندان چی مقصد و چی آرزوها دارم، خواه دینی است و خواه دنیاوی و فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی. همین کودکم خدا و خودت عمری دراز رزقی فراخ، در آینده عالمان و قالیانی با عمل بگردانی. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا برای دیگر کسانی که در اینجا انشاءالله خدمت دارم، کسانی که در اینجا انشاءالله حضور دارن، خدا و خودت چی مقصد و چی آرزوها دارن، خواه دینی است و خواه دنیای الله و فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی. الله